بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باز هم در خدمت شما عزیزان هستم از یکی دیگر از قسمت‌های برنامه سراب شبهات. و همچنان که می‌دانید روش ما در این برنامه در این است که ما شبهاتی که پیرامون اسلام مطرح میشه و آنچه اعتقادات و باورهای مسلمان‌ها را مورد هجمه قرار میده آنها را افشا بسازیم و بروز بدیم و به آنها پاسخ ارائه بدیم. دوستان عزیز و بزرگوارم، در برنامه گذشته بنده پیرامون برخی از اهداف جنگ‌های فکری به خدمتتان مطالب را عرض کردم و در این برنامه هم ادامه همان مبحثمان را داریم و دلیلش چیه که چرا اینقدر روی این قضیه مانور میدیم. چون غالب این شبهات و یا میشه گفت که 90% این شبهات به خاطر این جنگ‌های فکری هست و به خاطر جنگ‌های فرهنگی است که بر علیه مسلمان‌ها شروع شده. لذا ما باید با این مدرسه و با این طرز دیدگاه و با این روش نگرش در واقع آشنا بشیم و بفهمیم که اینها چی اهدافی را پی میگیرن تا اینکه ما در آینده وقتی مباحث را مطرح میکنیم بیننده عزیز و گرامی ما در یک معلومات کافی در این قضیه قرار داشته باشه و موضوع برایش جدید نباشه. و همچنین اهداف جنگ فکری در واقع اهمیت برنامه ما را مطرح میسازه که وقتی ما به شبهات پاسخ میدیم، البته به شبهاتی که مروجه، برخی از شبهات در طول تاریخ بر علیه اسلام بوده، فرسوده شده، از بین رفته و یا این که در میان جامعه فارسی زبان ما نیست، نیازی به مطرح اونها نیست و نباید هم مطرح بشه. شبهاتی که امروز از جوانب مختلف و از زوایای مختلف و از کسانی که خودشان را صاحب یک دیدگاه میدانند بر علیه اسلام مطرح میشه، در حقیقت ما باید این مسائل را بفهمیم و آنچه که در میان فارسی زبانهای ماست در حقیقت آنها را مطرح بسازیم و با آنها پاسخ بدیم تا اینکه جوان مسلمان ما در برابر این شبهات و در برابر این ویروسها و در برابر این سمپاشی هایی که از طرف معاندین و دشمنان اسلام بر علیه اسلام میشه، در برابر سمپاشی های آنها پادزهر داشته باشه، در برابر ویروس های آنها آنتی ویروس داشته باشه و آنچه که بر علیه اسلام مطرح میشه بفهمه که اینها سراب و شبهه بیش نیست. دوستان عزیزم، در برنامه گذشته پیرامون عربی ستیزی صحبت کردیم. گفتیم که یکی از اهداف جنگ‌های فکری و برای این که مسلمان‌ها را به انزوا بکشند و فرهنگ و تمدن مسلمان‌ها را زیر سوال ببرند، مسئله عربی ستیزی مطرح میشه. یعنی جنگ با زبان عربی، جنگ با لغت و جنگ با گویایش عربی. چرا؟ دلیل چیه؟ دلیل اینه که گفتیم مردم را از فرهنگ اسلامی به دور کنند و مردم را نسبت به قرآن و نسبت به اسلام و نسبت به این قانونی که دارند آنها را بیخبر بسازند و این هدفه. پس لذا یکی از اهداف اونها که باز زیر مجموعه داره این هدف، یعنی این هدف خاص، جنگیدن با زبان عربی و عربی ستیزی، باعث میشه که باز اهداف دیگری و زیر مجموعه دیگری و شاخه های دیگری و فروعات دیگری در زیر این قرار بگیره. یعنی فقط هدف این نیست که با عربی جنگ بکنن به خاطری که عربها با این زبان صحبت میکنن، نه، اهداف دیگری هست. اگرچه امروز متاسفانه قضیه جنگیدن با عربها و جنگیدن با کسی که گویایش عربی داشته باشه بسیار شدید شده در میان یک عده مسلمان ها، حتی تا حدی که امروز دشمنی با زبان عربی و دشمنی با کسی که با زبان عربی تکلم میکنه به حدی رسیده که ببینین مسلمان ها را حتی نسبت به حرمین شریفین هم
نسبت به خانه خدا و نسبت به مسجد نبوی و آن جایی که رسول الله علیه السلام حکومت اسلامی را تشکیل دادند بدگمان بسازند و بدگمان کردند. دلیلش چیه؟ هدف اینه که مسلمان ها خلاصه از آن چی که دارن، از تمدنی که دارن، از در واقع اهدافی که دارن، مسلمان ها را کاملا غافل بسازن و آنها را به حالت اغفال در بیارن. و این عربی ستیزی یکی از این شاخه های جنگ فکری هست که گفتیم باز زیر این مجموعه زیاد نهفته هست و اهداف زیاد نهفته هست که به گوشه از آن اشاره کردم. گوشه های دیگر را خودتان بخوانید، خودتان بفهمید این قضیه را، خیلی واضحه و شفافه. قضیه دیگری که دوستان عزیزم در اهداف جنگ های فکری مطرحه اینه که ادبیات و هنر و تمدن اسلامی را زیر مجموعه تمدن و هنر و ادب غربی ها معرفی بکنن. به عنوان مثال میگم برایتان، امروز سیکولاریزم یک غده سرطانی در برابر جوانان مسلمان قرار گرفته. سیکولاریزم به همان دیدگاه و نگرش الحادی که این تعریفش هست، نگرش و دیدگاه الحادی که میخواهد دین را از دنیا جدا بسازه. یعنی بگه که دنیا یک شی هست و دین شیء دیگری است و دین نباید دخالتی در امور دنیا داشته باشه، که من انشاءالله در فرصتش درباره این نگرش الحادی صحبت خواهم کرد و اهداف آن را خواهم گفت و کسانی که تئوریسین های اصلی و نظریه پردازهای اصلی و طلایه‌داران واقعی و پرچمداران واقعی و حقیقی این طرز تفکر و اندیشه هستند را نیز به خدمتتان عرض خواهم کرد و اقسام آن را. حالا هدفم چیه؟ هدفم اینه دوستان عزیزم، این طرز تفکر و این طرز دیدگاه چیکار میکنه؟ این طرز دیدگاه میخواهه که مسلمانان را نسبت به ادبیات اسلامی آنها، نسبت به تمدن اسلامی آنها و نسبت به هنر اسلامی آنها را اغفال بکنه، آنها را دور بسازه و در کنار آن دیدگاه های غربی ها، هنر غربی، ادبیات غربی را در جهان اسلام و در میان آحاد و افراد امت اسلامی جایگزین بسازه و این ادبیات و این هنر را نشانه روشن فکری مطرح بسازه. اصل حرف اینه. میخوایی که آنچی که تکلم آن غربی ها با آن تکلم میکنن، آن ادبیاتی که دارن، آن هنرهایی که دارن، آن تمدنی که دارن، آن را نشانه روشن فکری مطرح کنن، اما مسلمان ها آنچی که از خودشان هست نه، اون رو مسخره بکنن و با آن خورده بگیرن و حتی آنچی که مسلمان های امروز دارن آن را در حقیقت دست پرورده خودشان بدانند و بگن که این ما هستیم که این ادبیات را به شما دادیم، این ما هستیم که این هنر را به شما دادیم، این ما هستیم که این اخلاق را حتی به شما دادیم. و به شدت میبینیم بر علیه این قضیه کار میشه. یعنی کسانی که متاسفانه رفتن چند روزی در اروپا، برگشتن آمدن به کشورهای اسلامی و اطلاعات قبلی از اسلام ندارن، از تاریخ اسلام ندارن، از قرآن آشنایی ندارن، میگن که اگر میخواید اخلاق، اروپا، ادب اروپا، هنر اروپا، نماد روشنفکری اروپا، حتی لباس اروپایی لباس روشنفکری است. دوستان عزیزم، من با لباس مشکل ندارم، من به عنوان یک مسلمان دیدگاه منه و دیدگاه هر مسلمانیه و اسلام عزیز در باب لباس تعیین نکرده که کدام نوع لباس پوشیده بشه، بله شرایط گذاشته. این نوع لباس وقتی میپوشی تنگ نباشه، شفاف نباشه و به هر حال فراز و نشیب بدن، به خصوص در مورد خواهران و حتی در مورد برادران عورتشان را نمایان نسازه. از این قبیل فقط در حد این که یک پوشش باشه. نیامده که این لباس طرز پوشیشش افغانی باشه، پاکستانی باشه، ایرانی باشه، کجایی باشه، اصلا اینها مهم نیست. مهم اینه که بدن انسان را بپوشانه و این شرایط در اون باشه.
اما حرف اینجاست که متاسفانه امروز لباس اروپایی و لباس غربی نماد روشنفکری مطرح میشه. مثلا من عبدالرحمن فاتی اگر یک کراوات داشته باشم میشم یک روشنفکر. متوجه شدید؟ روشنفکر. اگر فکر من تاریک بود، فکر من متعفن بود، گندیده بود، اصلا نه اخلاق داشتم، نه دین داشتم، نه ادبیات داشتم، نه هنر داشتم، هیچی نداشتم، نه تحصیلات داشتم، فقط یک کراوات داشته باشم، ماشاءالله این دیگه آدم واقعا روشنفکره. اما اگر لباس خودت را پوشیدی، فرهنگ خودت را حفظ کردی، فرهنگ ملی خودت را حفظ کردی، میشه اینجا نماد تاریک فکری. این آدم مرتجعه، این آدم واپسگرایه. امروز مردم به کجا رسیدن؟ این به کجا رسیده؟ خب تویی که کراوات پوشیدی به کجا رسیدی؟ متوجه شدید؟ کراوات کسی را به جای نمیرسانه. من مشکل با کراوات هم ندارم دوستان عزیزم، یا با نیکتایی من مشکل ندارم. مشکل با اینه که این طرز دیدگاه، این نگرش غلط متاسفانه در میان یک عده از جوانان ما جا گرفته. یعنی هر کس که 4 کلمه تکلم زبان انگلیسی کرد و در لابلای حرفهایش کلمات انگلیسی استعمال کرد و یک کراوات زد، ماشاءالله لباسش هم لباس به هر حال همون شکلی که دیگران هستن، همون اروپایی ها هستن و غربی ها هستن، لباس اینها نماد روشنفکری مطرح بشه. برای خواهر مسلمان ما لباسی که از یک کشور غربی بیایه، این دیگه اگر پوشید ماشاءالله آفرین، این دختر روشن فکره. اما اگر دختر مسلمانی نظر به همون جایی که در همون ملتی که قرار داره، در همون سرزمین و جغرافیایی که قرار داره، همون آداب اونها را مد نظر گرفت، رسوم اونها را مد نظر گرفت و لباس پوشید، مسخره میشه. تو آخوندی، تو ملایی، تو مرتجی، تو واپسگرایی، تو فلانی، این حرفا. عقب افتاده ای. چرا عقب افتادیه؟ یعنی به خاطر یک لباس عقب افتاده شد؟ دوستان عزیزم، این یکی از اهدافی است که متاسفانه ما را با اصل اصول و بر زیربناهای اسلامی ما را بیگانه بسازند و با ادب و هنر و با تمدن اسلامی ما را ناآشنا بسازند و تمدن و ادبیات و هنر خودشان را نماد روشنفکری در کشورهای اسلامی مطرح می سازند. روشنفکری در لباس نیست. روشنفکری در این نیست که من کدام زبان صحبت بکنم. حالا مثلا شما برید در، با عنوان مثال میگم، ببخشید به همه عزیزانی که زبان انگلیسی بلدن، من احترام دارم و دوست دارم که منم مثل شما بتونم همین به هر حال خیلی راحت صحبت بکنم. اگرچه میدانم ولی دوست دارم بیشتر صحبت بکنم، بتونم مثل شما راحت صحبت کنم. این برای من یک فنه. اما این که بیایید یاد گرفتن آن برای من فن و افتخاره که با این زبان هم بتونم دیگران را به طرف اسلام دعوت بکنم و این افتخاره برای من. من مشکلی با این ندارم دوستان عزیزم، و یا امثال من مشکلی با این حرفا ندارن. اسلام مشکلی با یاد گرفتن زبان ها نداره، با فهم زبان ها نداره. اما این که این رو نماد روشنفکری مطرح بسازی، من از این باب دارم حرف میزنم دوستان عزیزم. مثلا امروز شما برید به انگلستان، امروز برید به آمریکا، دیوانه های زیادی هستند که به زبان انگلیسی صحبت میکنن. اینها روشنفکرن؟ یعنی هر کس به زبان انگلیسی صحبت کرد یعنی روشنفکر؟ من با این نگرش مشکل دارم دوستان عزیزم. این نگرش غلط و این نگرش خیلی زبون و خار که حتی یعنی انسانهای که اندک عقل هم داشته باشن به این نگرش میخندند. ولی متاسفانه امروز برخی از جوانان ما به حد در اذهان آنها ترسیخ شده و در اذهان آنها خوانده شده که هر کس با زبان دیگری، با زبان غربی ها، حالا چه انگلیسی باشه، آلمانی باشه، به هر حال فرانسوی باشه یا هر زبان دیگری صحبت بکنه، خلاص دیگه این روشن فکره، میشه روشن فکر. حالا اینکه هر طرز دیدگاهی در ذهن او باشه، هر آدمی که باشه و هر شخصیتی که داشته باشه مهم نیست. مهم اینه که به هر حال 4 تا کلمه یاد گرفته انگلیسی صحبت میکنه و لباسش هم گفتیم لباس اروپایی است. و به این ترتیب با این منطق دوستان عزیز میتونیم مثلا خیلی از کسانی هستند که از نظر روانی مشکل دارن، روانی های زیادی هستند که کراوات میپوشن، یعنی به این معنا که اون روشن فکره. نیکتای میپوشن یعنی که روشن فکر شد. ما متاسفانه گاهی اوقات ضعف در وجود ما مسلمان هاست
که خود را ضعیف مطرح میکنیم، ادبیات خود را ضعیف مطرح میکنیم، هنر خود را ضعیف مطرح میکنیم، به خاطر اینکه برای دیگران خود را مطرح بسازیم که ما روشن فکریم این کار را میکنیم. اکت روشن فکری در آوردن انسان را روشن فکر نمیکنه. بعضی ها متاسفانه این گونه هستند، با زبانشان اکت میکنن و با لباسشان اکت میکنن، با لغتی که یاد دارن اکت میکنن که ما روشن فکریم. اما نگاه میکنی نه، یک تاریک فکر کاملا بجا. تاریک فکرش چنان تاریک، چنان عقل و مغز گنجشکی که فقط ماحول خودش را میبینه. دوستان عزیزم، من واقعا یعنی تعجب میکنم بعضی از افراد، ما اهل سنت را خاصتا میگن اینها خیلی تنگ نظرن، اینها فلانن 24 ساعت بر علیه اهل سنت تبلیغات میکنن. چی از روافض، چی از دین ستیزها، یهودیها، نصرانیها، همه ای کسانی که دشمنن با اسلام خالص محمدی صلی الله علیه و سلم. اینها متعصبن، اینها افراطیان، اینها فلانن. اما اگر به فکر خودش بازگردی، همین که تو برای من میگی متعصب، افراطی، خودت متعصبی عزیز من. خودت غیر خود را قبول نداری. اگر قبول میداشتی این حرفا را به من نمیگفتی. بعد میگه که اینها غیر خودشان را قبول ندارن. خب تو هم که غیر خودت را قبول نداری. هر کس مخالف فکر تو باشه یا افراطی میشه یا به هر حال نمیدانم مرتجع میشه، واپسگرا میشه، عقب افتاده میشه، این در قرون وسطایی زندگی میکنه. خب همه این حرفا، همه این برچسب‌هایی که میزنید، اینها مگر توهین نیست؟ همه اینها مگر عدم پذیرش قول مخالف نیست؟ خب به هر صورت دوستان عزیزم، من حرفم اینه دوستان عزیز و بزرگوارم، جوانان عزیز، من طرف سخنم بیشتر با جوانانه، چون جوانان متاسفانه در این عصر پرتلاطم، در این شرایطی که از جهات مختلف شبهات بر علیه مسلمان هاست، بر علیه دین است، بر علیه جوانان است و جوانان را هر کس تلاش میکنه که به طرف خودش بکشه. جوان مسلمان متوجه باش، نماد روشن فکری نه در لباسه و نه هم در زبان و در لغته که تو چی زبان صحبت میکنی. تمدن اسلامی را مطالعه بکن. تمدن غرب نماد روشن فکری نیست. اسلام از خود تمدن داره. تمدن اسلام را مطالعه بکن، تلاش بکن. بعضی ها میگن شما همش میگید تاریخ، به تاریخ مطالعه بکنین. از امروز حرف بزن. منم از امروز حرف میزنم. جوان عزیز، جوانی که ماشاءالله تحصیل کرده ای، دانشگاهی هستی، درس میخوانی، مطالعه داری، تلاش بکن از تمدن اسلامی و از تمدن قبلیت استفاده کن و امروز دوباره تمدن اسلامی را شکوفا بساز. ما را متاسفانه با این حرفا مشغول ساختن که اگر خواسته باشی به تمدن برسی باید از طریق غرب و غربگرایی، اگر میخوای پیشرفت کنی باید از طریق غرب، اگر میخوای حرفی برای گفتن داشته باشی باید از طریق غرب، اگر میخواهی که به یک جایی برسی از طریق غرب، اگر میخوای به ادبیات و هنر دست بیابی از طریق غرب. مثلا من با برخی از جوانان گاه صحبت کردم و صحبت میکنم. جوانانی که مثلا من بیشتر حالا طرف سخنم با جوانانی هست که در افغانستان زندگی میکنند. در برخی از دانشکده ها و پانزهی ها میگه استاد واضح میگه که اسلام در این باره، یعنی درباره سیاست، هیچ برنامه‌ای نداره. اگر همین استاد را بنشانی عزیز من، شمایی که از کتب نظریه پردازان سیاست غربی اینقدر مطالعه دارید، آیا درباره قرآن چیزی میدانید؟ من یقین و باور کامل دارم کسی که با چنین حرفی میگه از دو حال خارج نیست. یا اینه که یک معانده، اجیر، نوکره و نوکری میکنه و همین هدفی که ما در مورش داریم صحبت میکنیم مطرح میسازه و میخواه همین هدف را پیش میبره. یعنی چی؟ یعنی که این جوان را مدیون غرب بکنه،
که تو اگر میخوای به جایی برسی، اگر میخوای بفهمی، باید 4-5 تا از دانشمندان غربی را یاد بگیری درباره سیاست. بعد از آن وقتی که اینها را یاد گرفتی، کتب اینها را مطالعه کن، بعد تو میشی یک سیاست مدار. به هر جایی که رسیدی خیلی خودت را بالا بگیر، بعد بگو نیچه در فلان کتاب این گونه گفته. متوجه شدی؟ 4 تا کتاب یاد گرفتن، نیچه در فلان کتاب این را گفته. درباره اسلام چی میفهمی؟ نه نمیفهمه. خب نمیفهمی، حداقل دهانت را ببند، نگو که در اسلام چیزی نیست. شمایی که در مورد اسلام آگهی نداری ساکت باش. 4 تا کتاب غربی را مطالعه کردی، خب خوب مطالعه کردی، آفرین، آفرین تو مطالعه کردی، خوب کاری کردی. ولی اون 4 تا غربی هم که این کتاب ها را نوشته یا رانده شده مذهب مسیحیت، دین مسیحیت، و یا هم دین ستیزه به صورت کلی، به صورت کلی یک دین ستیزه، با همه ادیان می جنگه، یک آتئیست کامله. این آمده کلام این را حفظ کرده، بعد میاد چی میگه؟ میگه اسلام برنامه برای سیاست نداره، اسلام برنامه برای اقتصاد نداره. مثلا چند وقت پیش من افغانستان بودم، با یکی از جوانان که محصل اقتصاد بود صحبت کردم در این قضیه. 4-5 تا بودن از جوانانی که در اقتصاد درس میخواندن. گفت اساتید ما این گونه میگن. بعد من برایش چند تا کتابی که در اقتصاد اسلامی نوشته شده بود از قدیم تا به امروز، از کتاب الخراج امام ابو یوسف شاگرد امام ابو حنیفه رحمه الله شروع کردم و بعد گفتم آیات قرآن کریم، احادیث نبوی و برخی از علما کتاب‌های خاص در این باره نوشتن، چی در گذشته و چی در امروز. چگونه یک فرد جرأت میکنه همچون حرفی میزنه؟ خب این از دو حال خارج نیست، یا اینکه کاملا جاهله یا معانده. جاهل بدین معنا که نمیفهمه، یعنی از اسلام آگهی نداره، فقط 4 تا نظریه پردازهایی که در امور اقتصادی و در امور سیاسی و حقوقی نظریه میدن، 4 تا کلمات اینها را یاد گرفته، فقط به هر جا میگه فلانی چونین گفت، فلانی چونین گفت، فلانی چونین گفت. اما اگر از قرآن از او بپرسی نمیفهمه، میگه تو چرا مرا مجبور میکنی که من از قرآن بفهمم؟ عزیزم من تو را مجبور نمیکنم، ولی تو اینجا اشتباه میکنی، داری در مورد اسلام نظریه میدی، میگی در اسلام وجود نداره. شمایی که در مورد اسلام آگاهی نداری چه حق داری که در مورد اسلام نظریه میدی؟ حداقل شی انسان وقتی چیزی را نمیدانه ساکت میشه، سکوت میکنه. هدف چیه دوستان عزیزم؟ من حرف کلی من اینه که اینها متاسفانه میخواهند که مسلمانها را با تمدنشان و با آنچه که اسلام عزیز آورده ناآشنا کنند و مسلمانان و جوان مسلمان را به عنوان یک فرد مدیون در برابر فرهنگ، در برابر تمدن و در برابر ادبیات غربی معرفی بسازن. هدف اصلی اینه. نقطه اصلی را گرفته باشید انشاءالله. اینه نکته اصلی، اینه. و تمام اینها حاشیه بود برای وضاحت دادن روی این موضوع، چون این موضوع خیلی مهمه دوستان عزیزم. من امروز واقعا میبینم و بعد از آن که این قضیه را او را مدیون بسازن نسبت به تمدن غربی، بعداً چه کار میکنن؟ همون فرهنگ غربی را و همون تمدن غربی را و همون ادبیات و هنر غربی را به عنوان نماد روشنفکری معرفی میکنن. بقیه نه، اینها واپسگراییه، اینها ارتجاعیت. تو که دنبال فرهنگ اصیل خودت هستی، تو آدم مرتجی از اسلام نگیری. 1400 سال پیش اما خودش نیچه چونین گفت، افلاطون چونین گفت، سقراط چونین گفت، نمیدانم ارسطو چونین گفت، اریستوتالس چونین گفت، فلان چونین گفت. همون فلاسفه ملاحده یونان را مطرح میسازه که قبل از اسلام بودن. این ارتجاع نیست، این نماد روشنفکریه. اما یک مسلمان وقتی از دینش حرف میزنه میشه نماد ارتجاعیت. خودتان دیگه قضاوت کنید، بقیه را خودتان قضاوت کنید. به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم، بعد از میان برنامه دوباره برمیگردیم ان شاء الله. یکی دیگه از اهداف را به خدمتتان عرض خواهم کرد ان شاء الله.
ترأف بي بل أصنعها بالإصرار الملتهب. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و مجدد به خدمت همه دوستان عزیز و بزرگوار و خواهش میکنم از تمام عزیزان و بزرگواران که با دقت کامل این حرفا را گوش کنن و انشاءالله بعد از این که حرفای من تمام شد باز برای دوستان هم وقت داده خواهد شد که صحبت بکنن و نظریاتشان را بگوین. دوستان عزیزم، یکی دیگر از اهدافی که اینها به شدت و به غلظت بر این قضیه کار میکنن قضیه جدا ساختن جوان از مسجد و از دینه، یا فاصله انداختن در میان افرادی که علوم اسلامی میخوانند و کسانی که علوم غیر اسلامی، یعنی منظور من غیر اسلامی به این معنا که یعنی غیر تخصصی در علوم اسلامی، منظور من اینه، اگر نه غیر اسلامی یعنی ضد اسلامی، نه کسی سوء برداشت نکنه. مثلا یک کسی تخصص در علوم اسلامی میگیره. حالا اجازه بدید من اولا در مورد علم یک صحبت بکنم. ببینید شما، طلب علم و فرا گرفتن علم برای زن و مرد مسلمان فرضه. در درجه اول علومی که یک انسان مسلمان به آن نیاز داره. مثلا وقتی برای ما نماز فرض میشه، بر ما فرض میشه که بفهمیم مسائل نماز را. وقتی زکات بر ما فرض میشه، لازمه که زکات را بفهمیم. وقتی بر ما حج فرض میشه، مسائل حج بر ما فرض میشه، فرض عین میشه، یعنی لازم میشه بر تک تک از افراد، بر هر کسی که این اتفاق میفته. وقتی خواهر ما بزرگ میشه، وقتی برادر ما بزرگ میشه، به سن بلوغت میرسه، باید مسائلی که یک فرد بالغ به آنها نیاز داره را بفهمه. این فرضه. اما میان یک بخش دیگری که فرض کفایه، اون فرض عین بود، میه بخش فرض کفایه، یعنی این که از میان جامعه اگر چند نفری گزینشی آن را فرا گرفتن از گردن بقیه میگرده و بر اونها فرض عین نمیشه و گناهکار نمیشن و به این میگن فرض کفایه. فرض کفایه به این معنا که علوم تخصصی اسلامی فرا گرفتن آن بر همه مردم فرض نیست. لازم نیست که همه مردم مفسر باشند، همه مردم محدث باشند، همه مردم فقیه باشند. لازم نیست. از میان جمع چند نفری که خاصتاً بتانن مشکلات این مردم را حل کنن، بر همه مردم لازم میشه که یکی دو نفر را از میان خودشان انتخاب بکنن که اینها تخصصی درس بخوانن و مشکلات دینی مردم را حل بسازن. متوجه شدید؟ بعد از آن که از فرض عین ما برگشتیم، میتونه که فرد به هر حال بره و علوم دیگر را یاد بگیره و حتی گاهی فرض عین میشه. مثلا در یک منطقه و در یک جا ما نیازمندیم که یک پزشک داشته باشیم، نیازمند به یک مهندس و انجینر داریم، نیازمند به یک کسی داریم که در ادبیات چیزی بفهمه. خلاصه این که مشکلات مسلمانان را حل بسازه. باز این هم فرض کفایه میشه بر گردن مسلمان ها که افراد در میان خودشان داشته باشن متخصص در بقیه علوم. البته اونها مرحله اول که فرض عین بوده را گذراندن، مسائل مهمی که در زندگیشان مهم بوده و با آن نیاز داشتن از دین فهمیدند، مثل توحید و مسائل عقیدتی و آنچه که برایشان لازم بوده. اما مسائل تخصصی باز آن میرسه به اهل تخصصش، نیاز نداره که همه مردم برن بخوانن. ولی متاسفانه امروز یک طرز دیدگاه غلطی گذاشتن. به عنوان مثال فرق گذاشتن میان مسجد و میان مدرسه و مکتب. البته در اصطلاحی که در ایران استفاده میشه مدرسه یک شیء و در اصطلاحی که در افغانستان استفاده میشه شیء دیگری. در افغانستان مدرسه یعنی دارالعلوم دینی، ولی در ایران همان مکتب هم برایش مدرسه هم میگن، دبیرستان هم میگن. به هر صورت فرق گذاشتن میان اینها دوستان عزیزم و حتی گاهی تنش به وجود آوردن در میان اینها. یک عده افرادی که از دین آگهی ندارن، خودشان را پرچمداران دین میگن، بر علیه این میجنگن.
آی مردم نرید نخوانید در مکاتب، آی مردم نرید در مدارس درس نخوانید، آی مردم در پوهنتون ها نرید، در این رشته نرید، در این رشته نرید. نه، اسلام عزیز با فراگیری علوم یعنی مشکل نداره. اسلام عزیز مخالفت نداره با این قضیه، در تضاد نیست با این قضیه. و از جهت مقابل افراد دیگر دین را و کسانی که علوم دینی را فرا میگیرند به یک دید بسیار بدی چهره های اونها را تشویه کردند، مردم را نسبت به اونها بدگمان ساختند. و برمیگردیم به همون حرف قبلی هم که گفتم، به هر حال مکتب و پوهنتون به هر حال در بخش‌های دیگر نماد روشنفکری میشه، اما در بخش شرعیات، در بخش دینی و در بخش علوم اسلامی که میآیه، حتی اینکه در سطح پوهنتون و در سطح دانشگاهی باشه، این نماد واپسگرایی و عقب افتادگی میشه و معرفی میشه در جامعه، نمیدونم آخوند و ملا و واپسگرا و فلان و این و آن و حرفایی که خودشان یاد دارن. این تنش‌ها از هر دو جهت برگرفته از جهل، از هر دو جهت. اسلام مخالفتی با علوم دیگر نداره و کسی حق نداره جلو جوانان را بگیره که شما نرید نخوانید، طب نخوانید، انجینری و مهندسی نخوانید و یا بقیه آنچه که لازمه برای یک مسلمان و برای جامعه اسلامی لازمه. و از طرف دیگر علوم اسلامی و علوم دینی نعوذ بالله نماد تاریک‌گرایی و نماد تعصب و نماد کورخواندن و نماد نعوذ بالله نمیدانم واپسگرایی و ارتجاع خوانده بشه. این هم مصیبته، این مصیبت عظما هست. بدین جهته که مثلا کمتر کسی جرأت میکنه که حتی فرزندش رو به دنبال علوم اسلامی بفرسته. چرا؟ میترسه از این که مردم این حرفا رو در موردش بگن، در مورد فرزندش بگن که بچه این نمیدونم آخوند شده، پسر این آخوند شده، دختر این آخوند شده. اعوذ بالله. یعنی برای یک مسلمان شایسته که این گونه نظر بکنه؟ واقعا شایسته به نظر شما که یک مسلمان علوم اسلامی و علوم قرآنی را تاریک فکری فکر بکنه و بیاندیشه، چون این نگرش متعصبانه نسبت به دین داشته باشه، نسبت به علوم اسلامی داشته باشه؟ آیا شایسته یک مسلمان هست؟ ما چگونه میتوانیم مسلمان باشیم و با علوم اسلامی و با علوم قرآنی مخالف باشیم؟ متاسفانه این گونه هست. و فاصله انداختن میان محصلین علوم اسلامی و محصلینی که علوم اسلامی در علوم اسلامی تخصصشان در علوم دیگری است، در علوم اسلامی نیست. فاصله انداختن میان دانشجویان، میان شاگردان و متعلمین مکاتب و دارالعلوم ها و مدارس و دارالعلوم ها، اینها را به گونه دیگری معرفی کردن و از این طرف برای اینها یاد دادن، چون از دین آگاه نیست، هر کس که دنبال علوم دیگر رفت کافر مرتد فلان این و آنه. اگرچه الحمدلله امروز کسی از علما این حرف رو نمیزنه مگر که یک آدمی باشه که از قرآن و از اسلام و از علوم اسلامی و تمدن اسلامی اینها آگاه نباشه. فکر نمی کنم کسی چون این حرفی بزنه. خب در قدیم شاید مردم کمتر، در بعضی از کشورها کمتر مردم آشنایی داشتن با این قضایا، با قضایای اسلامی خودشان دور بودن، متاسفانه نمیفهمیدن این قضایا را. بله در دین مسیحیت شما میدانید که مثلا هر کسی خواست قدمی بگذاره برای تمدن، او را کشتن و اعدام کردن، حتی اعدام کردن، چون مخالف با این قضایایی که امروز در واقع در جهان اتفاق میفته. ولی در اسلام عزیز هر کدام از اینها اصل داره. نمیتونیم ما مخالفت بکنیم با اینها، چون اسلام با ما این اجازه را نمیده که مخالفت بکنیم. لذا دوستان عزیزم، فاصله گرفتن میان، البته یک نکته را عرض بکنم، شاید کسی بگه امروز خب کشورهای مسیحی به اوج به هر حال تکنولوژی رسیدن، چون از دین مسیحیت فاصله گرفتن که به اوج تکنولوژی رسیدن، در زیر سایه دین مسیحیت به جای نمی رسیدن. چرا ما همیشه تکرار میکنیم که جریانهای فکری که امروز در دنیا به وجود آمده و بعضی از مسلمانها و غربگرایان تلاش دارند که این افکار را در میان مسلمانها هم جا بدن، چرا همش میگیم که از کلیسا نشأت میگیره؟ چون کلیسا با اصل تکنولوژی و پیشرفت و تمدن مخالفه، نمیتونه تحمل بکنه. لذا جریانهای فکری به وجود آمد،
جریان‌های سیاسی به وجود آمد که خودشان را از کلیسا جدا ساختند، بعد تانستند که به یک جای برسند. در زمانی که اوج شکوفایی تمدن اسلامی بود، نمیتونه در کنار کلیسا پیشرفت بکنه. بله امروز کلیسا ماشاءالله خیلی تنازلات داره که بعدا انشاءالله من باز در یک جایی در برنامه بازخوانی ادیان در موردش صحبت میکنم انشاءالله. خیلی از مسائلی که در کتاب مقدسشان موجوده ولی امروز تنازل میکنن، خلاف کتاب مقدس فتوا میدن. من به خدمتتان عرض کردم، البته در برنامه بازخوانی ادیان بود، گفتم این قضیه را. مثلا قضیه همجنسگرایی. شما ببینید اول پروتستان ها، یعنی فرقه و مذهب پروتستانی از مذاهب و از فرق مسیحیت، از اساسی ترین فرق اینها، اول فتوا داد. مثلا در انگلستان، در آلمان، در بخشی از ایالات متحده آمریکا فتوا داد که اشکال نداره میتونین که همجنسگرایی بکنین. فتوای همجنسگرایی رسمی شناخته شد و اونها هم فتوا صادر کردن. فعلا جدیداً فرقه کاتولیک ها هم رای زنی میکنن. بعضی از پاپ ها میگه که باشه، بعضی میگن نباشه. بعضی از کشش های کاتولیکی میگن باشه، بعضی میگن نباشه. مخالفت میکنن چون در کتاب مقدسشون خلاف اینه که من انشاءالله در فرصتش باز در اون برنامه بازخوانی ادیان در موردش صحبت خواهم کرد. خب هدف چی بود دوستان عزیزم؟ هدف این بود که اینها، اسلام مثل دین مسیحیت نیست که مخالفت داشته باشه با این قضایا. اسلام مخالفت نداره. پس این که افرادی میاین به نام مسلمان مخالفت میکنن با اینها، این در واقع نظر شخصی خودشان هست و نگرش غلط خودشان و برداشت یا قرائت ناشایست و نادرست خودشان از دینه. وگرنه اسلام عزیز با اینها مشکل نداره. ما زمان میفهمیم این قضیه را که قرآن عظیم الشأن را مطالعه بکنیم، سنت پیامبر را مطالعه کنیم، تاریخ اسلام را یک بار مطالعه بکنیم. بله اسلام عزیز با چیزی که امروز به نام تمدن معرفی میشه و به هر حال تمدن نیست، با این مخالفه. مثلا قضیه همجنسگرایی، شما یقین کنید که تا چند روز بعد یا تا چند سال بعد، هنوز خب وقته، تا چند سال بعد این به عنوان یک نماد روشنفکری مطرح خواهد شد. یقین داشته باشید به این حرف، چون ما میبینیم خیلی رذیلتر از این همجنسگرایی امروز متاسفانه در جامعه نماد روشنفکری مطرح میشه. خب اسلام معلوم و مشخصه که با این مخالفه. امروز به عنوان مثال میگم برهنگی آیا نماد روشنفکری مطرح نشده؟ یقینا. دختر هرچی برهنه‌تر باشه روشنفکرتره. یعنی در جامعه این گونه معرفی کردن این روشنفکره. چرا؟ ببینید لباس به لباس پدر و اجدادش محکم نیست، این لباس این نوع لباس ها پوشیده. البته در اون نوع لباس ها هم باز در بخشش انشاءالله در بخش حجاب صحبت میشه. دوستان عزیزم کمی متوجه باشید، فاصله انداختن میان دین و میان دنیا، این هم یکی از اهدافه. همچنان که فاصله انداختن میان مسجد، میان دانشکده شرعی و میان مکاتب، یعنی مدارس غیر که در اونجا علوم اسلامی خاصتا تدریس نمیشه و علوم دیگر تدریس میشه، علوم تجربی، علوم طبیعی و اینها تدریس میشه، یا فنون در اونجا تدریس میشه. متوجه شدید؟ فاصله انداختن میان اینها. همین قضیه باز مطرح میشه در منحصر کردن دین در مسجد. یعنی چی؟ یعنی این که اگر تو میخوای دیندار باشی سکوت کن، داخل مسجد بنشین، همونجا هر چی دلت میخواد بگو. عبادت میکنی، تبلیغ میکنی، صحبت میکنی. چرا بعضی ها مخالفن که امروز من و امثال من مثلا میایم پشت دوربین صحبت میکنیم؟ مخالفه با این. مخالفت میکنه که تو چرا در فیسبوکی، مخالفت میکنه چرا تو در توییتری، مخالفت میکنه چرا در تلگرامی، مخالفت میکنه چرا در شبکه‌ای. شما چرا شبکه دارید از خود؟ برید گوشه مسجد حرف بزنید. خب راست میگه، بله به اون دیدگاهی که اون داره راست میگه، برید گوشه مسجد حرف بزنید. دین یعنی داخل مسجد، داخل مسجد و در فضای مسجد، بیرون از مسجد حرف نزنید. و حتی بعضی ها، نمیدونم این اصطلاح درست باشه یا نه که من این اصطلاح را بگم، بعضی ها متاسفانه در شبهه پراگنی چنان ماهر شدن که دست شیطان را از پشت بستن. ماشاءالله
دقیقاً دست شیطان را از پشت بستن. شیطان در 6 روز فتنه اندازی میکنه، باز 1 روز پیش اینها میره شاگرد میشه و درس میخونه، زانوی تلمذ شاگردی پیش اینها میزنه، از اینها یاد میگیره ترفند را، نیرنگ را. به من میگه که تلویزیون، مثلا امروز شما در تلویزیون دارید صحبت میکنید، این کامرایی که صحبت میکنین کامرا کافر ساخته، این رو کافر ساخته، این کامپیوتری که جلوت گذاشته کافر ساخته و خودت در یک ماهواره کافر صحبت میکنی، حرف دین میزنی. بله عزیز من، حرف دین میزنم، این را کافر ساخته، بر علیه اعتقادات و باورش استفاده میکنم. از این دوربین بر علیه اعتقادات و باورش استفاده میکنم، از این ماهواره هم بر علیه اعتقاداتش صحبت میکنم و تبلیغ دینم را میکنم. مشکل تو چیه؟ من استفاده درست میکنم، استفاده صحیح میکنم، مگر اشکال داره داری؟ این تنگ نظری ها که ما با همه چیز مخالف باشیم، نه، اسلام با همه چیز مخالف نیست. اسلام با تمدن مخالفه که معرفی شده به عنوان تمدن ولی تمدن نیست. اسلام با چیزی مخالفه که با عقل انسان سازگار نیست، با عقل جمهور انسان ها. حالا تک افراد اونها رو بگذارید کنار، تک افراد در هر جا هست که با هر چیز مخالفه، ولی اسلام عزیز دین عقلانیه و دین منطقیه. مخالفت نمیکنه با این که من بیام جلو دوربین بنشینم صحبت کنم، مخالفتی با این نداره که من کامپیوتر داشته باشم، مخالفتی با این نداره که من فیسبوک داشته باشم، مخالفتی با این نداره که من در توییتر مثلا فعال باشم، مخالفتی با اینها نداره. این طرز دیدگاه و نگرش غلط شماست که نسبت به اسلام دارید و فکر میکنید اسلام با همه اینها مخالفه. یعنی خودتان برای خود صغرا و کبرا میکنید، بعد نتیجه میگیرید و بر علیه من صحبت میکنید، بر علیه امثال من، که چرا شما این گونه میکنید. ما اصلا کجا همین صغرا و کبرای شما غلطه، اشتباهه. این صغرا و کبرای شما اصلا اشتباهه عزیز من. شمایی که خودتان صغرا میکنید، کبرا میکنید، بعد از لابلای آن نتیجه در میارید، نتیجه ایتان هم غلطه و این صغرا و کبرایتان هم اشتباهه. اسلام مخالفتی با اینها نداره که شما میایید میگید که چرا شما در برابر این میشینید صحبت میکنی. متوجه شدید؟ لذا دوستان عزیز و بزرگوارم، فاصله انداختن میان دین و میان دنیا، یا به تعبیر دیگری منحصر کردن دین در مسجد، مثل که امروز جریانها و مذاهب فکری به وجود آمدند که از کلیسا خودشان را جدا کردند، چون کلیسا نمیتونست که برایشان جواب داشته باشه. میدیدند که کشورهای اسلامی در حال رشد، تمدن کشورهای اسلامی در حال شکوفایی و اینها در همون عصر تاریک و در قرون وسطایی زندگی میکنند. فرزندانشان را فرستادن در دانشگاه اسلامی مسلمان ها، در مدارس اسلامی مسلمان ها، که برن علوم و فنون را از اونها یاد بگیرن، بعد بیاین در کشورهای خودشان. باعث شد که این جریان ها از کلیسا جدا بشن، چون کلیسا فقط منحصر در خود کلیساست، نمیتونه که یک جامعه ای را اداره بکنه. جامعه ای را اداره کرده نمیتونه دوستان عزیزم، من رو صریح میگم. کتاب مقدس نمیتونه که جامعه بشری را به سمت و سوی سیاست و سمت و سوی اقتصاد و سمت و سوی خوبی ها و شکوفایی ها بکشانه. واضح میگم، شفاف. و حتی در کلام خود عیسی مسیح هم در انجیل هست که میگه من پادشاه دنیای شما نیستم، من پادشاه آخرتم. همون جایی که میخوان او را به تعبیر کتاب مقدس، تعبیر دروغ کتاب مقدس، میخوان او را صلیب کنن. وقتی مورد محاکمه قرار میگیره این حرف را میزنه. این کتاب مقدسه ولی قرآن غیر از اینه دوستان عزیزم. اینها همون دیدگاه غلطی که اهل کلیسا و کسانی که از کلیسا زده شدن و مردود شدگان کلیسا هستند، تعبیر اونها را و اصطلاح اونها را و نگرش اونها را و دیدگاه اونها را امروز متاسفانه میخواهند در میان مسلمان ها جا بدن،
که اسلام باید منحصر در مسجد باشه و اون هم که منحصر در مسجده، در مسجد نباید حرف از سیاست بزنه، مسجد نباید حرف از تکنولوژی بزنه، مسجد نباید حرف از تمدن بزنه. حتی مثلا متاسفانه در میان بعضی از مسلمان ها چنین حرفایی را انداختن که اگر یک کسی، یک خطیبی، یک سخنرانی خواسته باشه در مورد اوضاع جهان صحبت بکنه، در آنچه که ما حولش میگذره صحبت بکنه، میگن این ملا سیاسی، از این دور بشید. فقط روی منبر حرف نماز بزن، حرف زکات بزن، حرف حج بزن، حرف حقوق والدین بزن، حقوق همسایه، فقط همین ها منحصر کن. ما ملای سیاسی نمیخوایم که بیای برای ما از سیاست حرف بزنه. ملای نمیخوایم که بیای روی منبر بگه آی آمریکا چنین جنایاتی کرد، آی فلانی چنین جنایاتی کرد، آی ایران فلان جنایات رو کرد. نه، نگید این حرفا را. نگید، سکوت کنید. شما که ملای سیاسی نیستید، شما ملای دینی هستید. و یک عالم حق نداره که پیرامون خیلی از مسائل اظهار نظر بکنه. و حتی تا جایی که یک جوان یا نوجوان بگیم، یک نوجوان 15 ساله میای اظهار نظر در مورد سیاست دنیا میکنه، اشکال نداره. اما عالم بزرگی که سالها درس خوانده اگر اظهار نظر بکنه، چی میگن؟ میگن شما ملاها درباره سیاست نمیدانید. یعنی همین طفلک 15 ساله همه چیز رو میفهمه، ماشاءالله تحلیل هایش آنپسند میشه، اما وقتی که یک عالم یه اظهار نظر میکنه، نه، شما سکوت کنید، شما حرف نزنید، شما همون دنبال دینتان باشید. دین من در تمام اینها دخالت داره. دین من دین مسیحیت نیست. عزیز من را اشتباه گرفتی با دین مسیحیت. من کشش مسیحی نیستم، من خاخام یهودی نیستم، من مسلمانم. دین من برای من یاد میده، پیامبر من به عنوان یک کسی که رهبره، هم رهبر سیاسی و هم رهبر دینی. اولین خلیفهش ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، رهبر سیاسی و رهبر دینی. عمر، عثمان، علی رضی الله تعالی عنهم، همه اینها. یعنی چی؟ دین منحصر در مسجده و حتی در مسجد هم حق نداره که خیلی از مسائل گفته بشه. منحصر کردن 4 کلمه یا بخشی از دین در مسجد. شما میدانید دوستان عزیزم، فقه اسلامی متشکل از 4 بخشه، 4 بعد داره، بعدهای اساسی. یکی از این 4 بعد فقط بخش عباداته، بخش معاشرات داره، بخش معاملات داره، بخش حدود داره. آیا حدود بدون سیاست اجرا میشه؟ من میپرسم کسانی که خودشان را باز دانشمند میگن، حالا این مردم که بیچاران نمیفهمن فریب خوردند، اونهایی که خودشان را دانشمند میگن و نظریه پرداز در این امور میدانند، آیا حدود در فقه اسلامی بدون حکومت اجرا میشه؟ غزوات پیامبر را خواندی؟ از تاریخ اسلام آگاهی؟ فتوحات اسلامی را چیزی میدانی؟ همه اینها بدون سیاست بوده؟ عجب عقلیه والله، عجب عقلیه. اگر صحابه پیامبر این دیدگاه را می داشتند و اگر رسول الله علیه السلام این دیدگاه را می داشتند که اسلام باید منحصر در مسجد بشه، باور کنید که از مسجد نبوی اسلام بیرون نمی شد. خب با این طرز دیدگاه اسلام گسترش نمی یافت. اسلام امروز در حال گسترش به خاطر جامع بودن و شامل بودنش. اما غربیان و فرزندانشان و اجیرانشان در کشورهای اسلامی تلاش دارند که تا این دین را، دین ناکامل، دین ناشامل، دینی که از تمام ابعاد خرابی داره، کمی داره، کاستی داره، مثل نصرانیت، مثل کلیسا، مسجد را اینگونه معرفی کنن، اسلام را اینگونه معرفی کنن و برای مسلمان ها بگن که اسلام غیر از سیاسته و مسلمان حق نداره در امور سیاسی اظهار نظر بکنه، مسلمان حق نداره تحلیل سیاسی داشته باشه. باید کسی که اظهار نظر سیاسی میکنه باید کتابهای نیچه را خوانده باشه، از افلاطون بفهمه، از سقراط بفهمه، از اون یکی دیگه ارسطوطالیس بفهمه، نمیدانم از فلانی بفهمه. اینها نظریه پردازانن، حالا چی در بخش فلسفه چی در بخش سیاست.
تو باید اینها را بخوانی، بعد بتونی که اظهار نظر کنی. دیدگاه ابوبکر و دیدگاه عمر و دیدگاه عثمان و دیدگاه علی و سیاست اسلامی و خلافت اسلامی و دولت اسلامی و تاریخ اسلام و تمدن اسلامی، اینها را بگذار کنار. اصل حرف اینه دوستان عزیزم. خلاص سخن، کسانی که میگن اسلام نباید در امور دنیا دخالت داشته باشه، به این معناست که یعنی اسلام منحصر فقط در مسجد بشه، پیرامون مسجد نه، حتی کلمه بیرون نکن از زبانت بیرون از مسجد. اسلام را چی مانده به این که در اقتصاد دخالت داشته باشه؟ اسلام چرا در سیاست دخالت داشته باشه؟ اسلام چرا نمیدانم در اخلاقیات برنامه داشته باشه؟ در حالی که اسلام داره. آخه من نمیدانم اینهایی که اینقدر حرف از اسلام میزنن، بر علیه اسلام کار میکنن، اینها مگر کتاب البیوع را نخواندند؟ اینها مگر احادیثی که در باب بیوع آمده، در باب اقتصاد آمده را نخواندند؟ اجتهادات علمای اسلامی را در فروعات نخواندند؟ که بعد میگه اسلام نمیتونه که نظریه پرداز در امور اقتصادی باشه. یعنی در طول تاریخ مسلمان ها اقتصاد نداشتن؟ چی بگم والا؟ به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم، اینها حقیقتا یک سری اهدافی هست که اینها دارند در اذهانشان و متاسفانه که امروز برخی از جوانان ما شکار این حرفا شدند و نافهمیده در دام اینها افتادند و اسلام را منحصر در مسجد کردند. و حتی شکایتم از برخی کسانی است که به اصطلاح دعوتگرند، به اصطلاح دعوتگرند، یعنی دعوتگر نیستن. وقتی میگم به اصطلاح یعنی در میان مردم اصطلاح دعوتگر را به اونها به کار میگیرن. همین طرز دیدگاه را دارن، حتی شعار میدن، حتی مردم را فرا میخوانند. به خاطر چی؟ به خاطر عملکرد دولت‌های طاغوتی مثل ایران که خودشان را ممثل اسلام میدانن، اسلام ناب محمدی میدانن، بعدن چی کار میکنن؟ بر علیه اسلام کار میکنن. کی گفته که اینها ممثل اسلامند که عملکرد اونها به سر اسلام بشکنه؟ یعنی کار به جایی رسیده که به خاطر عملکرد کسانی که از اسلام خیلی به دورند به نام اسلام باید یک دعوتگر بیایه و شعار بده و حرف بزنه به طرف سیکولاریسم مردم را دعوت کنه، بگه امروز باید دین از دنیا جدا بشه. میدانی چی میگی عزیز من؟ میدانی؟ حرفت را گنده بودن حرفت را میفهمی؟ بزرگی حرفت را میدانی چی میگی؟ داری بخش بزرگی از اسلام را زیر سوال میبری. دوستان عزیزم دقت کنید روی این قضایا و متوجه باشید. به خصوص من طرف مخاطبم بیشتر جوانان هستند که بیشترین شکاری که امروز متاسفانه از طرف شکارچیان مکار و صیادان که همیشه در خفا قرار گرفتن و در پنهانی کار کردن بر علیه اسلام، امروز خیلی ظاهر و آشکارا کار میکنن. متاسفانه این جوانان صید اونها شدن. من مخاطبم طرف این هاست بیشتر. اسلام را مطالعه کنید، قرآن عظیم الشان را مطالعه کنید، اسلام را درست بفهمید، اسلام را در افراد خاص نکنید بلکه افراد را توسط اسلام سنجش کنید. یعنی متوجه نباشید که من این حکومت خودش را حالا اسلامی میگه، هر کس حالا امروز خیلی شده جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی، الا ماشاءالله زیاد شده ماشاءالله، هر کسی یک اسلامی دنبالش میچسبانه برای فریب مردم و برای فریب ملت بیچاره. اما شما ببینید که چی اندازه اینها با اسلام سازگاره. حرف اینه، با اسلام سازگاره. کسی ممثل تمام و کمال اسلام نیست که تا عمل کرده او باعث بشه که یک فرد بیایه بگه که اسلام باید از سیاست جدا بشه یا اسلام باید از دنیا جدا بشه. این دین مسئله شخصی هست، نعوذ بالله، مسئله شخصیه و نباید در امور دیگران دخالت بکنه. زیر سوال بردن امر به معروف و نهی از منکر. نباید در سیاست ارتباط داشته باشه، زیر بار بردن حکومت اسلامی و خلافت اسلامی و حدود و خیلی از مسائل دیگر. نباید در امور اقتصاد حرف بزنه، یعنی فضا آزاد باشه، هر کس هر کار دلش میخواد بکنه انجام بده. زیر سوال بردن خیلی از آیات قرآن کریم و احادیث نبوی در باب بیوع و در باب خرید و فروش و در باب اقتصاد. و به این ترتیب دوستان عزیزم
به هر صورت دوستان عزیز و بزرگوارم اجازه بدید که میان برنامه ببینیم. بعد از میان برنامه تماس های شما عزیزان را خواهیم داشت و صحبت های شما عزیزان را خواهیم شنید و اگر کسی سوالی در مورد موضوع داشته باشه، چی از طریق تماس و چی از طریق فیسبوک، ان شاء الله میتونن که دوستان سوالاتشان را بگذارن و ان شاء الله که بنده خواهم دید. میان برنامه میبینیم و بعداً با عرض سلام مجدد به خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی. قبل از میان برنامه دو ستایی از اهداف جنگ فکری را به خدمتتان عرض کردم. حالا شما را زیرنویس شد و عزیزان میتونن که به صورت زنده و مستقیم با ما در تماس بشن و حرفایشان را بگن. انشاءالله که حرفای عزیزان را خواهیم شنید و همچنان این ایمیلی که میبینید دوستان عزیز و بزرگوارم عزیزان میتونن که در طول هفته چی در این برنامه و چی در برنامه بازخوانی ادیان سوالاتشان را بفرستن. انشاءالله که سوالات را بنده در برنامه زنده پاسخ خواهم داد و به هر حال حرفایی که دارن، تعلیقاتی که دارن، انتقادات و پیشنهاداتشان و همچنین سوالاتشان در این ایمیل میتونن که برای بنده شخصا بفرستن. انشاءالله که خواهم دید. به هر صورت دوستان عزیز میتونن که با این شماره‌ای که زیرنویس فعلا با این شماره در تماس بشن و سوالاتشان را مطرح کنن و یا هم که اگر حرفی برای گفتن دارن در مورد موضوع برنامه، خواهش میکنم در مورد موضوع برنامه انشاءالله که بنده خواهم شنید و حرفای عزیزان را خواهیم گرفت انشاءالله.
اولین تماس را میشنویم با هم. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. سلام، خسته نباشی استاد. خسته نباشی استاد. سلامت باشید بیننده عزیز، بفرمایید از کجا در تماس شدید و اسمتان؟ عبدالله هستم از تهران. آقا عبدالله عزیز از تهران، بفرمایید. ببینیم من خب آقا عبدالله عزیز، آقا عبدالله عزیز، ظاهرا من صدای آقا عبدالله عزیز رو ندارم. دوباره تماس بگیرید آقا عبدالله عزیز، انشاءالله که تماستان وصل بشه بدون کدام مشکلی. خب من اجازه بدید که چند تا پیامی از فیسبوک یا کامنتی از فیسبوک بخوانم. عزیزانی که حرف در اینجا حرفایی دارن، انشاءالله حرفای اونها رو هم بخوانیم. در صفحه شبکه جهانی فارسی 24 شبکه البته کانال فیسبوک، صفحه فیسبوک، برادرم آقای آجی خان آقا گفتن که خوش به حال شما که تفکر مردم رو روشن‌تر ساختید. سلامت باشید، جزاکم الله خیرا، بارک الله فیکم. برادر دیگر ما گفتن که آقای محمد ظاهر، سلام استاد محترم، همیشه موفق و کامیاب باشید و سعادتمند باشید، سلامت باشید. گفتن شکر که الحمدلله دوباره مهمان خانه های ما شدید، سلامت باشید، جزاکم الله خیرا، الله شما رو حفظ کنه برادر بزرگوارم، و تشکر از مهمان نوازی شما. سلام علیکم برادر عزیزم، بفرمایید بیننده عزیز. سلام علیکم. لعنت بر آی لعنت بر ابو بکر. ساکت باش. لعنت خدا بر دشمنان صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم. خجالت بکش، در ملأ عام میای بر عایشه لعنت میفرستی؟ این است دین شما؟ من نمیدانم، من در مورد به هر حال جنگ فکری صحبت کردم، تو از کجا بر آمدی و چی میگی؟ حرف زدنت رو بفهم. در مورد صحابه پیامبر دهانت رو اول 20 بار غسل بدی، بعدا نامشان رو بگیر. خجالت بکش. شما هستید که متاسفانه امروز کفار را بر علیه ما شوراندید. شما هستید که دنیا را خراب کردید. خجالت نمیکشی میای اینجا بر زن پیامبر صلی الله علیه و سلم دشنام میدی؟ ابوبکر صدیق را دشنام میدی رضی الله تعالی عنه؟ شما اگر خجالت میکشیدید که در فضای عام، در فضای عمومی این گونه حرف نمیزدید. این از دین شما، این از اخلاق شما، این از فرهنگ شما. تعجب میکنم والله. دینی که جز دشنام چیز دیگری برای پیروانش یاد نمیده، متاسفانه. بینندگان عزیز و گرامی، خودتان قضاوت کنید. اینها هستند، اینها از همون استبل ولایت فقیه متاسفانه بیرون میشن که این گونه به در فضای عمومی بر صحابه پیامبر، بر زن رسول الله علیه السلام دشنام بده. لعنت خدا بر دشمنان صحابه، لعنت و نفرین الله بر دشمنان صحابه، و لعنت و نفرین الله بر دشمنان عایشه عفیفه رضی الله تعالی عنها. به هر حال دوستان عزیزم، از این تماس ها خودتان خیلی از مسائل دیگر را بخوانید. خیلی از مسائل حل میشه برای امت اسلامی. اونهایی که شبکه ما و امثال شبکه ما را به تفرقه اندازی متهم میسازن، خودتان قضاوت کنید. یعنی انتظار دارید که در برابر این توهین ها ما سکوت بکنیم؟ برای یک مسلمان آیا شایسته است چون این کاری؟ خب آقای عزیزی در فیسبوک خودم البته گفتن جزاکم الله خیر، سلامت باشید. یکی از خواهران گفتن که من خیلی دوست دارم درباره اسلام بفهمم. الحمدلله کتاب‌های اسلامی را مطالعه کنید. حالا الحمدلله به زبان‌های فارسی کتاب‌ها ترجمه شده، میتونید که اونجا بخوانید، مطالعه بکنید و انشاءالله که معلوماتتان بالا میره. خواهر دیگر ما تشکری کردن، جزاکم الله خیرا، سلامت باشید. برادر ما آقای زید افغان گفتن سلام علیکم السلام. بله، یکی از دوستان ما گفتن سمی نبی، گفتن که حال تو که علم داری کمی معلومات بدی، کل گپ‌هایت انتقادی هست، جانب معلومات نداری. جانب معلومات جنبه معلوماتی نداری. عزیز من نمیدانم والله، اگر از عینک شما من
حرفای خودم را چک کنم به همین نتیجه میرسم که شما رسیدید. مشکل اینه که امثال شما دوست دارید که حرفای من را به اون عینکی که شما به طرف من نگاه میکنید به همون عینک منم همون دیدگاه را داشته باشم، در حالی که من چنین نیست. هر جا مثلا در مورد علم من تفصیل دادم، حتی اگر شما دقت نکردید دقت کنید عزیز من. و اگر من یک پیشنهاد برایتان میدم، اگر لطف کنید شما یک مراجعه به پیش پزشک بکنید و گوشهایتان را یک معالجه بکنید. شاید مشکل از گوشهای شما باشه، شما ملامت نباشید عزیز من. اگر نه من حرف زدم، من همیشه حرفای من درست جانب انتقادی داره بر کسانی داره که دشمنان اسلامن. من برای بیداری جوانان مسلمان این حرفا را گفتم و میگم و هیچ وقت هم این حرفایتان برای من مهم نیست، چون شما از عینک خود دوست دارید همه مردم حرفای من را ببینن و دوست دارید که مثل گوشهای شما داشته باشن. نه دیگه، مثل گوشهای شما ندارن. گوشهایی که در برابر حق تسلیم میشه مثل گوشهای شما نیست، فرق میکنه. البته گوشها نه که یعنی ظاهرش فرق کنه، به هر حال طریق شنیدنش فرق میکنه. آقای اسماعیل گفتن که السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. آقای ترکمن هم جزاکم الله خیرا. آقای اسدی گفتن الله کمکت کنه برادر قندم، کسانی که در قلبشان پاکی وجود نداره چطور درک کنن که شما چی میگویید؟ الله شما را صبر نصیب بگرداند. یقینا والله شبیه این حرفتان به این کسی که این حرف گفته بود و کاملا صادق میایه. و به هر حال برخی از افراد این گونه هستند، وقتی که مخالفشان حرف زده بشه در جا میگن که حرفای خوبی نبود و به هر صورت شما این گونه هستید و این گونه گفتید. آقای زید افغان میگن که استاد جلو بنده را اساتید در دانشگاه میگیرن که از سیاست صحبت نکنید. خب همینه دیگه، نمیفهمن متاسفانه. و اینها با عرض تأسف همون دیدگاه سیکولاریستی را متاسفانه در فکرهایشان دارن. آقای بقیه برادرانی که اینجا هستن، آقای ایماق مثلا ببخشید دوستان لطفا یک برنامه راجع به جوانان افغان و مسلمان در اروپا که زندگی میکنن داشته باشید. خیلی خوب، انشاءالله که در فرصتش این کار رو خواهیم کرد انشاءالله. خب بقیه دوستان هم سلام کردن. من ظاهرا اینجا چیزی زیر عنوان سوال نمی بینم. اجازه بدید که به یکی دیگه از صفحات سری بزنم ببینید که و در ضمن دوستان عزیز میتونن با این شماره‌ای که زیرنویس شده تماس بگیرن و نظریاتشان را در مورد برنامه مطرح بکنن و حرفایشان را در مورد برنامه بگوین انشاءالله که بنده هم خواهم شنید انشاءالله. بله، آقای یوسفی، آقای ابو عبدالباری، همه اینها سلام کردن. علیکم السلام. دوستان بیشتر اظهار خوشحالی و اظهار محبت کردن، جزاکم الله خیرا. بسیار اندکن کسانی که سوال کرده باشن و یا حرف زده باشن. بله، یکی از دوستان نسبت به این حرفی که این رافیزی زد گفتن که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد محترم، اینها در جویبار آخوندی آب خوردند، اگر 1000 بار هم دهنشان آب بکشند باز هم بوی لجن میدهند. متاسفانه این گونه است. اینها تربیت شدگان آخوندها هستند با عرض تأسف. و آخوندها هم که هم میشناسید خودتان دیگه، کسانی که جز تفرقه اندازی و جز خرابکاری در میان امت اسلامی کار دیگری ندارند با عرض تأسف. یعنی شما هر وقتی که حرف از دین بزنید سر و کله اینها پیدا میشه. حرف از یهود بزنید، حرف از نصارا بزنید، حرف از هر کی که بزنید، این فرق نمیکنه برای اینها. برای اینها فرق نمیکنه، فقط میان دشنامشان را میدن و رایشان را میگیرن و میرن. و واقعا جالبه. خب یکی از دوستان گفته که در مورد حکومت افغانستان سوال کرده. دوست عزیزم، این ربطی به موضوع برنامه ما نداره، این را در برنامه فتوا تماس بگیرید و از ایشان بپرسید. و به هر حال دوستان عزیز و بزرگوارم، من یک صفحه دیگر رو هم چک میکنم، بعدا انشاءالله اگر تماسی نبود از خدمت دوستان رخصت خواهم شد انشاءالله. که یک لحظه. بله دوستان عزیز و بزرگوار، میتونید که با این
شماره که زیرنویس شده عزیزان میتونن به صورت زنده در تماس بشن و حرفایشان را بگن، انشاءالله که ما هم خواهیم شنید. بله، متاسفانه دوستان عزیز و بزرگوارم، با عرض تأسف همون جنگه های فکری در اذهان برخی از جوانان بسیار تأثیرات منفی گذاشته و با عرض تأسف به یک سمت و سوی بسیار بدی روان هستند. خب دوستان عزیزی که در این صفحه هستند هم سوال نپرسیدن، بلکه اظهار محبت کردن و سلام کردن. علیکم السلام و رحمت الله. بر همه دوستانی که در فیسبوک با ما هستند علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و تشکری میکنم از دوستان عزیز و بزرگوارم که با ما همراه بودن و همراه هستند، چی از فیسبوک و چی هم از طریق تلویزیون. به هر حال دوستان عزیز و بزرگوارم، من تشکری میکنم از حوصله‌مندی همه عزیزان و همه بزرگواران، چی در فضای مجازی و چی هم در از طریق تلویزیون. انشاءالله که روز خوب، شب خوب و خوشی داشته باشید و کسانی که برایشان روز خوب و خوشی داشته باشند. و تا برنامه بعدی همه شما را به الله پاک بی همتا میسپارم. الله متعال سبحانه و تعالی یار و مددکار همه من و شما باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.